دیدار با معشوق 100% دلخواه. هاجر رزم‌ها. مثل بعضی ها که دیر میرسند، بعضی ها هم هستند که همیشه دیر شروع میکنند. من جزو این دار و دستم. برعکس خیلی از بچه های همسن و سالم، من کلاس زبان نرفتم تا 13-14 سالگی. آن هم به اضطرار و بنا به اصرار والدین. در حالی وارد مؤسسه شدم و در آزمون تعیین سطح شرکت کردم که فرق بوک و بلک بورد را نمیدانستم. تیچری که مصاحبه می کرد بعد از پرسیدن 2-3 تا سوال روی کاغذ چیزی نوشت و دستم داد تا به واحد ثبت نام بروم. Let's go/L2. به این ترتیب در سطح دوم کلاس گروه سنی 7 تا 8 سال ثبت نام کردم و در اوج سنین بلوغ، در همان حال که مشغول ترکاندن جوش‌های چرکی و کشف جهانم بودم، کنار دست کسانی نشستم که درس فارسیشان هنوز به کوکب خانم نرسیده بود و با روپوش مدرسه بدون مقنعه می آمدن سر کلاس. در جلسه اول شناسایی شدم و به عنوان عنصر ناهمگون بین بچه دبستانی ها به چشم آمدم. تیچر داشت حضور و غیاب می کرد. زمانی که اسمم را خواند، به تبعیت از همکلاسی های کوچکم بی که معنیش را بدانم گفتم پرزنت. معلم با تعجب نگاهم کرد و به انگلیسی گفت که آیا کلاس را درست آمده ای؟ معنی یک کلمه از آن جمله را نمی دانستم. مات و مبهوت به تیچر زل زدم تا سوالش را تکرار کند. مجدداً به انگلیسی پرسید آیا توی همین کلاس ثبت نام کرده ای؟ این ترم برای خردسالان است. خیلی یواش، طوری که همکلاسی های کوچکم نشنوند گفتم چی؟ تیچر ملتفت شد که هیچ نفهمیدم و کلاس را کاملا درست آمدم. با گفتن یک all right درس را شروع کرد و تا پایان ترم بین من که نقطه ثقل کلاسش بودم با سایر استودنت ها هیچ تفاوتی قائل نشد. علیرغم شروع دیرهنگام در زبان آموزی پیشرفت کردم. در تعیین سطح بعدی چند ترم یکی کردم و بالا رفتم. رایتینگ های مفصل نوشتم. در مباحث آزاد 1 نفس لکچر دادم. به انگلیسی خواب هم دیدم و 4 سال بعد شدم معلم یک مدرسه 2 زبانه. آشنایی از نزدیکم با پیانو در دوران دانشجویی اتفاق افتاد. بعضی از دانشجوها هستند که بعضی وقتها بیپولند، بعضی دیگر بیپول تمام وقتند. من جزو دار و دسته دوم بودم. روزهایی که بعد از دانشگاه می رفتم کلاس زبان، از جلوی یک نمایندگی یاماها رد می شدم. قدم لنگ می کردم و می ایستادم به تماشا. البته زیاد نزدیک نمی شدم چون شنیده بودم تنیس ورزش پولدارها و پیانو نیز ساز همان هاست. توی خوابگاهمان در کوی دانشگاه اتاقی تحت عنوان اتاق موسیقی وجود داشت که در آن یک پیانوی قهوه‌ای رنگ کهنه بود. گاهی کوک بود، گاهی نبود. دانشجویان رشته موسیقی برای تمرین باید از 1 هفته قبل اسم می نوشتند و نوبت می گرفتند. خوش نداشتند دانشجویان متفرق مزاحم تمرینشان شوند. اولین بار در همان اتاق دست به کلاویه زدم و همان تماس کوتاه کافی بود برای خاطرخواه پیانو شدن. چهار 5 سال بعد همسرم قسطی یک پیانوی یاماها خرید و ما در سنی که معمولاً کمتر کسی شروع به آموختن دو، ره، می، فا، sol، لا، سی می کند، کتاب بیر را دستمان گرفتیم و زمین نگذاشتیمش تا روزی که توانستیم همزمان دست چپ و راست را روی یک میزان تنظیم کنیم. شادی 2 دستی نواختن پیانو در این سن حس غریبی دارد. یک جور استقلال خوشایند که به آدم میگوید دیگر هیچ کار نشدنی توی این دنیا وجود ندارد. مانند اولین دوچرخ سواری بدون کمک. در نواختن پیانو نیز هم پای نونهالان شروع کردم. اعتراف میکنم در سال اول هر درس را بالای 70 مرتبه میزدم و با فلاکت و تقلب نوت‌ها را حفظ میکردم. روی کلاویه ها برای خودم نشانه میگذاشتم و در همان حال
که با درس‌های بیر دست به یقه بودم، در صفحات اینستاگرام آموزشگاه‌های موسیقی می‌دیدم که دختر و پسرهای 7-8 ساله همان درس را چشم بسته و با خنده و شادی می‌زنند و مربیشان توی دفتر نوت برایشان مهر آفرین و هزار آفرین می‌زند. به نظرتان تحقیرآمیز بود؟ کتمان نمی‌کنم. بود، اما سبب شد 70 بار تمرین را به 80 و 90 بار برسانم و دیوانه‌وار در مسابقه فرضی با رقبای خردسالم که توی تمام آموزشگاه‌های شهر پراکنده بودند به رقابت برخیزم. هنوز به همه آنها غلبه نکردم و همچنان با دیدن ویدیوهای بچه مدرسه‌ای هایی که با لباس مرد عنکبوتی عین فرفره سمفونی های بتهوون را می نوازند دندان قروچه می کنم. عاشق پیانو شدن در دهه 3 زندگی، یافتن معشوق 100% دلخواه است. گیرم کمی دیر و با تأخیر. امید وصال آدمی را روی گام‌های مینور و ماژور جوان و ژوست نگه می‌دارد. نمی‌گذارد آرزویی به باد رود. I don't run like I did back then. Takes a breath just to start again. Morning light finds lines on my face, but I've learned to move at a kind of pace.